میارم براتون از دنیای موسیقی، دنیای آرامش بخش، دنیای آرون افشار و مهران مدیری. جفتشون مثل اینکه تو حیطه موسیقی هم فعالیت میکنن. آرون اسم واقعا؟ آرون به چه معنا؟ آرون. اوکی. آرون افشار گفته که در حال حاضر 300 میلیون نفر منو میشناسن، ولی هدفم اینه که به 8 میلیارد نفر برسم. بعد یه کاری کنم که به جای تیلور سویفت همه بگن آرون افشار. یه لحظه اجازه میدین بیادب شم؟ فقط یه لحظه. ممنونم از یه لحظه‌ای که در اختیارم قرار دادی آرون افشار عزیزم. ببین، یه تفاوت‌هایی بین تو و تیلور سویفت هست. مثلا تو یه چیزی داری که تیلور نداره، تو 2 تا چیز نداری که تیلور 2 تا از اونا رو داره. علاوه بر اون قدت یه مقدار کوتاهه نسبت به تیلور سویفت. تیلور سویفت بوره، تو نیستی. اینا رو اگه کنار هم بذاری یه پازلی چیده میشه که این پازل باعث میشه که تیلور سویفت که بیلبورد باشه همیشه، ولی تو متاسفانه منم نیست. ببخشینا، با احترام. آره خلاصه که تیلور سویفت فنته دوست من عزیز، برادر من. این حرفا چیه؟ که آخه متوهم ایرانی سنتی و سنتی رو میکس میکنی، شیاف میکنی. یه نفر نیست بهت بگه مشتی تو چند ماه پیش واسه چند تومن اومدی توی پاساژ خوندی. یه دونه دیگه میتونم بگم. انتقاد باید 2 طرفه باشه. شما هم اگه از من انتقادی دارین لطفا رو کاغذ بنویسید و بکنید تو. خلاصه این یه خبری بود که من گفتم که داستان جذابتر رو بگم. داستان جذابتر چیه قره؟ زودتر برامون بگو. سال 98 آرون افشار 21 ساله فقط با 1 ماه سابقه کنسرت مهمون دوره همی شد. یعنی هنوز نمیدونست کدوم دوربین رو باید نگاه کنه که دید روبروش مهران مدیری 52 ساله نشسته. متاسفانه مهران جان هم دست خوبی داره توی گیر انداختن بچه‌های جوون. نه منظورم از اون نظر نیست. حداقل تو فایل‌های اون جزیره هنوز اطلاعاتی از مهران مدیری درج نشده و درج نکرده. یه دفعه دید روبروش مهران مدیری 52 ساله نشسته و خب معلوم بود که این آقا آرون استرس داره. منم اگه اسمم آرون بود روبرو مهران مدیری بود استرس داشتم. شما هم استرس می‌داشتید. به هر حال مهران مدیری کم کسی نیست. هرچی هم که میگفت مهران مدیری یه دونه درشت می‌ذاشت تو کاسش. مثلا میگفت کتاب می‌خونی؟ میگفت نه راستش کتاب نمی‌خونم. مدیری هم میگفتش که مگه میشه کتاب نخونی؟ آخه بچه بدون کتاب چجوری تو رسیدی به اینجا؟ درس نخوندی؟ خب یه کتاب باید خونده باشی. میگفتی ریاضی 2، میگفتی ریاضی 3، میگفتی ریاضیات کس از 3. کتاب میخونی؟ کتاب نه، کم میخونم. آقا راستش رو گفتم. کتاب کم میخونم، یعنی اینجوری نیست که نخونم. ولی یه جمله قشنگ از شما داخل یکی از ویدیوهاتون دیدم و خیلی از این جمله‌تون استفاده کردم. یه جمله طلایی بود. توضیح دادن در مورد هر چیزی نشونه ضعف. نه منظورم این نبود. نه خیلی ممنون. ولی منظورم این نبود. کتاب نمیخونی؟ کتاب کم میخونی؟ کم میخونم. مگه میشه کتاب نخوند؟ آدم وقتی کتاب نمیخونه موسیقی خوب گوش نمیده، راجع به تاریخ نمیخونه، راجع به سیاست نمیخونه، راجع به این بعد پس این آگاهی از کجا میاد؟ یه بخشش حالا روابط اجتماعی و خانواده و مدرسه است. بقیهش از کجا میاد؟ مگه میشه کتاب نخوند و من خیلی چیزای خوب کلامتون کتابایی که مربوط به کارم هست رو میخونم تا حدودی. نمیگم زیاد، ولی اونایی که مربوط به کارم نه اونا که آره خب قطعا. بله ولی خب حالا کتاب زیاد نمیخونم. ولی خب چرا دروغ بگم؟ ولی از الان که دیگه الان گفتی دیگه سعی میکنم بخونم که دیگه دفعه بعد ضایع نشم دیگه. متشکرم. پاواروتی حس خاصی ندارم. بوچلی حس خاصی ندارم بازم. ببین میگم که تو رو خدا نکن این کارو با من. میگم که کتاب، میگم که گوش دادن موسیقی، میگم خواندن تاریخ. باشه چرا که نه، من از این باید کتاب میخونم. آره ببین پاواروتی یکی از بزرگترین خواننده های اپرا در تاریخ بشره.
بوچلی یکی از بزرگترین خواننده‌های تاریخ موسیقی. اصلا مگه میشه صدای پاواروتی و بوچلی رو نشنیده شاید شنیده باشم ولی خب اسما نشناسمشون. نه باید بدونی دیگه. خیلی هم وقتی که کار جانم باش پخش شده بود نمیدونستن اسم خواننده‌اش چیه. این چیز خیلی طبیعیه و ایشون خب همینجور که داریم میگه خواننده قدیمی هستن و من هنوز شاید سنم اونقدر نیست که بشناسمشون. کلمه میگم، حس تو با یک کلمه بگو. کتاب. به خدا قول میدم بخونم از این بعد. آقای مدیری فقط خیلی بعدن آرون تو مصاحبه گفتش این برخورد مدیری خیلی بهم ضربه زد. متاسفانه از اون موقع دیگه نتونستم هیچ کتابی بخونم. هر کتابی که میخوندم چهره مهران میومد جلو صورتم. بعدش هم گفتش اشتباه کردم رفتم برنامه‌ش آقا. نمیخوام با مدیری در بیفتم چون زورش بیشتره. دمت گرم که اینو فهمیدی. اگه پخته تری منو کنار بکش و بگو چرا باید کتاب بخونی. نه اینکه جلو ملت به هیکلمون داش. من با این حرفش موافقم. آدم نباید نقاط ضعف دیگران رو مسخره کنه. ولی به نظرم به نقاط قوت دیگران هم نباید خیلی بها بدیم. از اون طرف خود مدیری هم یه جا تو برنامه احسان علیخانی اعتراف کرد بعضی مهمونا رو زوری می آورد و اصلا هم خوشش نمی اومد ازشون. که ما حدسمون اینه آقا آرون جزء این دسته بوده و مهران جان صرفا دنبال یک کیسه بوکس بوده که اهدا کنه به موزه دورهمی. یعنی طرفو به زور دعوت میکرده و بعدم باهاش سخت برخورد میکرده. آقا مهران مثل اکس تاکسیک من بوده. بعد یه مدت مدیری رفت برنامه سرور ساعت و شروع کرد درباره سواد موسیقیایی خودش حرف زدن که نتیجهش یک سونامی واکنش بود. مردم گفتن از 10 تا فکتش درباره موسیقی کلاسیک 11 تاش غلط بوده. و اما آرون افشار تو مصاحبه جدیدش دوباره آتیش روشن کرده. سوراخو پیدا کرده دیگه. دمش گرم. خیلی تند و رک گفته آقای محترم این همه کتاب خوندی یه دونش یاد نداده با آبروی بچه بازی نکنی؟ من اضافه میکنم که نه تنها با آبروی بچه‌ها نباید بازی کرد، کلا با بچه‌ها نباید بازی کرد. چون بچه بازی کار خیلی بدیه و باید بذاریم بزرگ شن بعد بریم باهاشون بازی کنیم. این قسمت هم تموم شد. امیدواریم که خبرهای بیشتری بیاد بیرون که ما بتونیم بیشتر بخندونیمتون که بتونیم زودتر درآمدزا بشیم چون واقعا دخل و خرجمون با هم نمیخونه. و واقعا خسته شدم از اینکه تاسک انجام بدم. حقیقتا از خرمالی خسته شدم. با امید خدا انشالله که خیره. دوستان خسته نباشید. یا علی مدد. خدا یار و نگهدارتون.